ای انسان ها، دانید خدا میگوید که این دنیایی که برای شما نصیب گردانیدم، در این دنیایی که شما حیات به سر میبرید، یقین دانید که این دنیا برای شما جای بیهوده هست و یک بازیچه ای هست که شما را به خودش مشغول میگرداند. چگونه ای که ما و شما برای فرزندای خود یک بازیچه ای میخریم و این فرزند خود یک ساعت و 2 ساعت با این بازیچه وابسته میگردانیم، تمام هوش و گوش او را به همین بازیچه حواله میگردانیم. خداوند میگوید این دنیا به منزله بازیچه است که شما را به خودش فریفته کرده است. بازیچه است که فی الفریب این متاع دهر به عقل مردمان که بر او مبتلا شود. حضرت عقبه همین خواستند: ای رسول اکرم، خواهشم از تو این است که از این دنیایی که به منزله بازیچه هست، بیهوده هست و خیلی ناخوبی های زیاد ما را احاطه کرده است، نجات میخواهم. چه سوالی زیبایی دادم: اللهم لا عیش الا عیش الاخره. رسول اکرم در دعاهاش میگو خدایا من یقین میدانم که این دنیا عیش ندارد، این دنیا لذت ندارد، همه عیش، همه لذت، همه فاران، همه بهبودی در آخرت است. در دعاهاش پیغمبری خدا میگو همه لذات این فانی، حضرت مولوی میگفت همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. تمام لذت همین دنیا لذت هایی که دارد، چه لذت از فرزند میبریم، چه لذت از زن میبریم، چه لذت از دستگاه و دکان و دولت و ثروت میبریم، حضرت مولوی میگوید همه لذات های این دنیا به می خوردن نمی ارزد. می خوردن مراد این می که مردم مغرور و تکبر و به عقل و بیهوش میکند، این می نیست، بلکه عبادت خداست. به یک عبادت تو تمام این لذات دنیا ارزش ندارد. میگوید همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشعه وصلش به یک سوزن نمی ارزد. اگر وصل شدنی به تو نباشد، پیوست شدنی به ذات تو نباشد، حضرت مولوی گفتن قسم به خدا این دنیایی که ما در او زندگی داریم ارزش یک سوزن ندارد. به جان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است، به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. حضرت گفتن ارزش یک ارزن ندارد که من زین رنج دنیا می کشم از بحر دیدارش. حضرت میگوید این رنج هایی که من در این 70 سال و 80 سال حیات خود در این دنیا کشیدم، چی نابرابری های در روبرو شدم، چی تهمت های در مبتلا شدم، چی رنج های در این دنیا کشیدم، همش به خاطر این بود که الله تو وعده دادی که من در جنت چهره خود من برای تو نشان میدهم. همه این به این خاطر بود که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش. ببین در دوام چی میگوید؟ وگرنه این به یک دم وگرنه این به یک دم بزم جان کندن نمی ارزد. و الا این دنیای تو اگر 70 سال در عیش و عشرت باشم، در تمام بهترین شرایط باشم، قسم به خدا به یک لحظه جان کندن اینا برابر شده نمیتواند. ببین چگونه ما و شما در دنیا اگر 10 سال در بهترین زندگی داشته باشیم، یک روز گرسنه مانیم، میگوییم که چیزی از این دنیا ندیدیم. همچنان اگر 70 سال و 80 سال حیات بینیم، با حضرت عزرائیل به کندن جان وقتی مبتلا میشویم، همه لذات های این دنیا برای ما و شما فراموش میشود. اینه که حضرت میفهمید، گفت حبیبی خدا
میخواهم نجات یابم. نجات برای من چیست؟ رسول الله چی جوابی خوب گفتن برای آنکه ای عقبه تو نجات یابی، در این بدبختی های دنیا مبتلا نشوی و در نزد پروردگارت سرفراز گردی. برای تو 3 وظیفه هست برادر عزیز و گرامی. این 3 وظیفه را کدام ما و شما انجام دادیم، یقین دانید که شما نجات یافتید. حبیب خدا گو یکم امسک علیک لسانک، دوم ولیسعک بیتک، سوم وابکی علی خطیئتک. ببین یکم حبیب خدا گفتن پیروان قرآن، ای مردم مسلمان، برای نجات یکم این است که زبانت را همیشه محافظت کن، زبانت را همیشه خوش نگه دار، زبان را همیشه در زیر اطاعت خودت نگه دار. نشود که این زبان تو از جمله زبانهای شود که فقط و فقط دلازاری را برای خود پیشه کند. نشود که این زبان تو از جمله زبانهای شود که روز ده اگر دروغ نگویی وقتی تو خوش نشود. نشود از جمله آن زبانهایی که با بهتان و تهمت یک برادر مسلمان مبتلا شود. مقصد زبانت را محافظت کن. زبان را نه در حالت آرامیش نه در حالت غضب کسی را آزار ندهی. گفته حضرت مولوی زبان را در غضب نیکو نگه دار. همیشه زبانهای ما و شما در حالت غضب، باور کنین چی موی سفید باشیم، چی میانه سال باشیم، چی جوان باشیم، خدا داناست چی زبانهای بد برای ما و شما پیدا می شود. در حالتهای غضب چی دشنامهای قبیح، چی سخنهای ناخوب از زبان ما و شما صادر می شود. حضرت مولوی خدا رحمتش کند، پدر ما و شما، پیشواهای ما و شما می‌فرمایند زبان را در غضب نیکو نگه دار، زبان نزد غضب‌ها می شود مار. غضب ناگه دلی رنجیده ای را، کند محزون و مجروح بنده ای را. عدوی دیوی شیطان در نهانت، بیارد لفظ کفری در زبانت. که آن دم فرق نیکو بد مدانی، مبادا از زبان خود براری. فراموش نکن در حالت غضب شیطان در کمینگاه توست، تو را وسواس میکند که از این زبان هر چیزی که میخواهد از زبان تو برآمدن گیرد، تو را در کفر و در بدبختی روبرو گرداند. یکم چیزی که ما و شما را نجات میداده است، حبیب خدا گفتن زبانتان را محافظت کنید. برادرای عزیز و گرامی، وقتی شما اگر 2 نفر هم که باشین، یک برادری در غایب بودگی هم که تنقید کرده، شما تصور نکنین 2 نفر هستید. الله در قرآن میگوید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. صدق الله العظیم. یقین دانین که فرشته های برای شما در نزد شما آفریدم که سخنهای شما را گوش می اندازند، سخنهای شما را می نویسند. فراموش نکنید. یکم چیزی که سبب نجات شما می شده است، زبانهاتون همیشه محافظت کنید. برادرای عزیز، باور کنین چقدر شما بی ادب هستین. من شما را نمیگویم، در لفظ کلمه شما جوانها را اکثریت چمن داخل میکنم، چی در حالت شوخی، چی در حالت غیر شوخی، چی در حالت قهر و غضب. برادرای عزیز، دشنام ندهید. زبانهاتان را به بیهودگویی مشغول نگردانید. در زبانهاتان هر گونه سخنهای ناخوب و ناجا را جای ندهید، زیرا که شما نجات نمی‌یابید اگر زبان شما ناخوب باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وعده می‌دهد من یضمن لی ما بین اللحیین اضمن له الجنه. کسی در دنیا اگر زبانش نگه دارد، قسم به نام خدا که من ضامن که او و جنت میبرم.
ببین من ضامن هستم که این انسان وارد جنت کنم وقتی در دنیا اگر این انسان زبانش خوب نگه داره. دویم حبیب خدا گفتند ولیسعک بیتک، عقبه اگر نجات میخواهید دویم نجات این است که خاندان تا به ترتیب بیار. ببین خدا شما را 5 فرزند و 6 فرزند و 10 فرزند داده، اونها را باید تحت نظارتتان قرار دهیم. همیشه شما باید که چشم از نظارت اونها نکنید. نگاه کنید که دخترهای شما، فرزندهای شما با کدام عمل مبتلا است. اونا وقتی از خانه بیرون میشوند با کدام عملها چنگ میزنند. باید شما همیشه در این نگهبان باشید. کلکم راعین است. حبیب خدا شما را مسئول میگرداند که شما مسئولیت دارید در پیشگاه خدا از روی فرزندانتان. فرزندان را نگاه کنید. برادرای عزیز و گرامی، میدانم که بعضی ما و شما دلهامان میسوزد، بعضی ما و شما رحم داریم، انصاف داریم، بعضی ما و شما مثال آب چشمی دخترمان و بچه‌مان نریزد گفته بر هر چیزی که میخواهد رخصت میدهیم، عاقبت ما و شما بعد در گریه میشویم که فایده ندارد. بسیار با احتیاط باشید. کوشش کنید که فرزندای شما در خاندان همگیش خدا را عبادت کنند. همگیش، چه نبیره تو باشد، چه کلینی تو باشد، چه بچه و دختری تو باشد، همش صاحب نماز باشد. همه دخترهای شما صاحب چادر اسلامی باشد. همه فرزندای شما از راههای بد باید که راهرو نباشد. این دویم نجات شما نمین است که فرزندا را به نظارت نگذارید. نگوید که خیلی توکلش به خدا. نه، توکلش به خدا نیست. تا وقتی که بالای اونها هستی تو جوابگر در پیشگاه خدا هستی. کوشش کن که از پس تو فرزندای خوب باقی ماند. کوشش کن که بعد از سر تو فرزند تو، چی دختر و چی بچه تو به آدابی که کرد، اگر چی در قبرم که باشی بر او میگویم بر پدرت لعنت میگویم. کوشش کن که فرزند تو را کسی لعنت نگوید تا که آزار تو چی در قبر و چی در دنیا. کوشش کن که همیشه بر فرزند تو گویم بر پدرت 1000 رحمت برای این فرزندی که تربیه کرده است. اما این جمله ها در شما کوشش کننده باشید. سوم حضرت گفتند وابکی علی خطیئتک. سوم چیزی که عقبت را نجات میدهد این است که یک زمانی که تو جهالت گذرانیدی، یک زمانی که تو خدا و پیغمبر را نمیشناختی، یک زمانی که تو گناه میکردی پروای نداشتی، برای اون دوره ها گریه کن. برای اون حیات های بیهوده و بی‌معنی که تو گذرانیدی برای اونها خنده نکن، برای اونها گریه کن که خداوندا چرا مرا در جوانیم هدایت نکردی، چرا بر وقت ذات خودت را بر من شناس نکردی. برای اون زمانها تو غمگین باش. از پروردگار مسئلت دارم. خداوندا دعا میکنیم همگی با این قوم در این روز سید زبانهای ما را خدایا از زبانی جمله آن زبانهای گردان که همیشه حمد و ستایش تو را میکرده باشد، زبانهای ذکر کننده باشد. خدایا از زبانهای ما تهمت را، دروغ را، اختلاف را، فتنه ها را، وعده خلافی ها را خدایا از زبان ما دور کردن. خدایا خاندان ما را به ترتیب بیار. خدایا برای ما ناموس، برای ما آنچنان غیرت نصیب گردان که برای بهبودی فرزندمان کوشش کننده باشیم. خدایا آن زمانهایی که ما ذات تو را نمیشناختیم و از ما سهو و لغزش ها صادر میشد، خدایا با فضل و کرم خودت اون ساعت ها را مغفرت بگردان. خدایا این نماز جمعه را از ما قبول بگردان. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا جمهوری ما را آباد و زیبا بگردان. تمام آن بندگانی که برای بهبودی این جمهوری سعی و کوشش ها میکنند، خدایا همگیش عمر دراز و تنی صحت نصیب بگردان. خدایا همه سختی ها و مشکلات هایی که بالای بندگانت داری همگیش خدای دور بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. امين يا رب العالمين.
السلام علیکم، حاجی داملا سوال ها دارم و از شهر خوجند هستم. میخواستم این سوال های مرا برای ما جواب گردانید. یکم، این برادر ما 8 سوال دادن، مادام از راه دور و دستی چند نفری روان کردن. میخواستم کوتاه انشاءالله من اینها را جواب میگردانم. مردی هست در محله ما میخواهد که به واسطه شپریس از منی خود در رحم زن خود برای باردار شدن به توصیه دکتر اجرا کند. آیا اجازت هست یا نیست؟ مثلا چگونه ای که گاوها را باردار میکنند، ما و شما نزد طبیب های حیوان ها می رویم، همون سپرمای گویم که از همون گاوهای دیگر یعنی بقه های دیگر را می گیرند و در رحم این ماده گاو جای می کنند به خاطری که این ماده گاو باردار شود. اینم اگرچنده که این مسئله برادر عزیز در کتاب های فقه سابقه یافت نمی شود، لیکن فقه معاصر، فقه امروزه اینها را اجازت دادن که اگر مرد وقتی که در زمان خانه‌داری خود یگان سببی هست که خداوند همون آب او را در رحم همون زن جای نمی کند، اگر دکتر همون آب گرفته و در رحم همون زن جای کند درست است. مقصد از آب خود مرده که بین زن و بین مرد اگر نکاح حلال باشد. مثلا امروز در دنیای غرب شما میدانید که بعضی زنهای هستند که به شوهر میخواهند که از دیگر مردهای بیگانه گرفته در رحم خود جای کنند، صاحب یک بچه یا دختر شوند. این زنا هست. مقصد از مردی بیگانه را گرفته و در رحم زن اگر جای کردن این زنا میشوند. لیکن از شوهر حلالی خدا که اینجا سببها داشته است، شاید یگان بیماری هست، اگر گرفته و در زنی خود همون مرد جای کنند این باکی ندارد، درست است. خب دویم سوال، برای چی حضرت عیسی را مسیح میگویند؟ عیسی مسیح برای چی، از سبب در چیز میگویند؟ اینجا یک چیز است برادرای عزیز که ما و شما میدانیم حضرت عیسی را هم مسیح میگوید، عیسی مسیح. راستی بر کلمه های عرب بسیار معناهای زیاد دارد. خود یک مسیح را من وقتی که در لغت دیدم یک پاره نقره و طلا را مسیح می گفتند. انسانی که بسیار با زن خود خانه‌داری هم که کند وی هم مسیح می گفتند. یا شخصی که یک چشم دارد وی هم مسیح می گفتند. یا گویم که شخصی که نفس تأثیر کننده دارد وی هم مسیح می گفتند. به این خاطر این عیسی مسیحی که در راست حضرت عیسی علیه السلام آمده است، این به خاطر نفس زنده کننده داشت. یعنی خداوند معجزه حضرت عیسی همین بود که با اذن پروردگار مرده را زنده میکرد. به این خاطر این لقب عیسی مسیح را بر اون نصیب گردانیده. حتی من در حدیث ها هم خوانده بودم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دعاش میگفت اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المحیاء والممات و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. ببین در راست دجال هم مسیح را استفاده میبرند. خداوند پناه طلب میکنم از عذاب جهنم، خدایا پناه طلب میکنم از عذاب قبر، پناه طلب میکنم از فتنه های چی در حال حیات چی در حالت قبر مردن و سوی تو پناه طلب میکنم و از فتنه های دجال مسیح و سوی تو پناه طلب میکنم. اینجا در راست دجال مسیحی که استفاده شده است، هم دجال یک چشمه است. من برای شما قصه های دجال گفتگی هستم که پیغمبر خدا گفت هیچ پیغمبر برای قومش اینقدر خبر از دجال نداده که من برای شما خبر دادم که وای یک چشمه است. این مسیحی که در راست دجال آمده است یک چشمگی او ifade میکند. دویم نفس زنده کننده دارد. دجال هم نفس زنده کننده دارد. خب سوم، آیا زن در ضرورت میتواند گوسفند را ذبح کند، علل خصوص زنهای بایهایی که قربانی میکنند؟
مثلا زنی هست که مالش به قربانی رسید، به زکات رسیده است، به ذمه او قربانی کردن واجب می شود. آیا همین زن می تواند که خودش قربانیش کند؟ اصلا سنت همین است که آدمی که قربانی میکند باید خودش قربانی کند. مثلا یگان قصاب نه آرد، قصاب در زمانی بیارد که خودش قدرتی ذبح کردن نداشته باشد. از این خاطر زن در ضرورت و غیر ضرورت ذبح کردن درست است. برای زن هیچ مانعی ندارد که زن گوسفند ذبح نکند یا گاو ذبح نکند یا مرغ ذبح نکند. درست است برای زنها به ضرورت. مثلا شما اگر در خانه زنهاتون سفارش دهید که چیز ذبح گوسفند کند، چیز ذبح بوز کند، چیز ذبح مرغ کند، با کنار یگان گناهگاری هم ندارد. اون بعضی سفسطه هایی که در مردم ما و شما هست که زن باید که در حالت ذبح مثال چی عمل ها را کند و چی نکند و بعد ذبح کند، اینا همش دروغ هستند. مرد در حالت ذبح مثل مرد است، با که ندارد ذبح کردن گیرد گناهگار نمی شود. چهارم، یک نفر را مجبور کردند که در کاغذ نویسد که زنم 3 طلاق. آیا زن طلاق شد یا نشد؟ خب یک نفر را مجبور کردند که بگیر، قلم بگیر، در همین ورق بنویس که زنم 3 طلاق. همیشه زن 3 طلاق می شود یا نمی شود؟ نه، طلاق نمی شود. اگر وقتی وای میگوید که می نویسد 3 طلاق، به لفظش نگوید طلاق نمی شود. اگر به لفظش گوید که زنم 3 طلاق بعد نویسد، زنش 3 طلاق می شود. لیکن به لفظ نگوید، به زبان نگوید و فقط به قلم نویسد، زنش طلاق نمی شود. خب شخص گوید که اگر ای زنک خانه پدر و مادر تو را برم، تو به من طلاق، چی باید کرد؟ او رود طلاق می شود، چیکار کند؟ مقصد اگر گوید که زنک من تو را اگر خانه پدر و مادرت برم، تو به من طلاق، میلش راهی نجات همین است که خودش نمیبرد و دیگر کس میبرد. وای در حالتی گفتن این را استفاده بود که اگر خودم برم تو طلاق، پس با واسطه دادرش است، پدرش است، اکش است، روانش میکنه، طلاق نمی شود. ششم، زن میتواند که برای دعوت به محله رود. مثلا ما دعوت میریم، هر جایی که دعوت ما میکنن، چی هر گونه معرکه هایی که هست، مثال میریم در اونجا مردم دعوت میکنیم به خدا پرستی و خدا ترسی. آیا زنها میتوانند که همین خیل دعوت ها روان میگوید؟ بله میتوانند، فقط مسافه سفر نباشد، میتوانند که رفته دعوت کنند. مثلا زنها در دوره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نمازها می آمدن اشتراک میکردند. در روایت ها میگوید که حضرت عمر من ساختند به خاطری که زمان کمی فساد شده بود. خب بر روایت حضرت عایشه، لیکن اگر این زمان ما را هم عایشه مادرمان اگر حیات میشد، هر آینه اجازت میداد که زنها رفته در بین زنها از خدا و از پیغمبر او صحبت کنند. زیرا امروز همه ما و شما میدانیم که زنها از خدا دور شدن. اکثریتش، خیلی زنهای با توفیق خدا ترس هست، لیکن اکثریت اونا از خدا دور شدن، با عبادت خدا نزدیک نمی شوند. گوییم که احکام و ارکان خدا را نمی دانند و هیچ شرایطی نیست که برای اونها موعظه کرده شود. مقصد در مسجدها اونها را اجازت نیست آمدن. و این خاطر اگر زنهای دعوتگر باشن و رفتن محله به محله یا خانه به خانه اونها را دعوت کنند، انشاءالله درست است و ثواب خیلی کلان میگیرند. اگر کلاه از سر افتد وقتی نماز چی باید کرد؟ مثلا در مسئله میاد که تاقیه که بالای سر داریم در حالت نماز اگر از سرمان افتد، با یک دست اگر علاجش باشد در سرمان میگذاریم، اگر با 2 دست علاجش باشد نمیگذاریم، همون سر لیچ خواندن میگیریم. 8م سوال، آیا حج اکبر میگویند یگان اساس دارد یا ندارد؟ حج اکبر میگوییم، ما و شما میگوییم که این سال حج اکبر است. همین اساس ندارد برادر عزیز، از روی کتاب ها اساس ندارد. به چی اساس ندارد؟
مثلا سوره توبه، در سوره توبه حج اکبر آمدگی، حج اکبر. لیکن خدا رحمت کنه حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت عمر، حضرت زبیر، حضرت عباس، همه اینا به این رفتن که این حج اکبری که خدا در سوره توبه گفته است این روز عرفه هست، اما روز 9 ذوالحجه را در نظر دارد. و ابن کثیر رحمت الله علیه که تفسیرش مشهور در روی دنیا میگه این حج اکبری که در سوره توبه آمده است این روز 10 ذوالحجه روز ذبح در نظر دارد. به این خاطر اکنون همون گویم عقیده عوام الناس، مردم عوام وقتی که پیغمبر خدا سالی که حج رفتن روز جمعه ده عرفه آمده بود، به این خاطر گفتن هر سالی که عرفه در روز جمعه آید حج اکبر است، لیکن اساس ندارد، این هیچ معنی ندارد. السلام علیکم دامنای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما ختم کننده دانشگاه امام ترمذی سوال دارم، خواهش دارم جواب گویید. آیا طاووس، شترمرغ، ترنه، لیلک، زاغ حلال است یا حرام؟ مثلا لیلک، ترنه، شترمرغ، طاووس همه اینا حلال هستند، اینا حرام نیستند. لیکن زاغ فقط در نزد علمای احناف یعنی در مذهب خودمان به 3 قسم تقسیم می شود. زاغهای کلان سیاهی که فقط گوییم که مرده میخورند، جسد میخورند، مرده های بدبوی میخورند، اونا حرام هستند، اونا زاغهای کلان کلان هستند. باز از این میگوید زاغ میانه ای که از اون کلان خورتر است، غلدانه میخورد و هم جسد مرده میخورد، وای مکروه است خوردنش. سیومش که نه زاغهای میده میدهایی که غلدانه میخورند اینا حلال هستند، درست هستند. دوم داملا شوهرم 3 سال است که دیوانه هست، هر چی میکنن نمیشود، من چی کار کنم؟ جوان هستم، عمرم 26 ساله است. مثلا از همین یگان علاجش هست که این شوهری من 3 سال شد دیوانه هست، ما با این حیات ما سپری کنیم یا که مقصد یگان راه دیگر باشد. خواهر عزیز در مسئله ها میگوید مجموعه الفتاوا دا میآید که اگر شوهر نو دیوانه شود 1 سال علما برای احتیاط خواهرای عزیز رخصت دادن که شما منتظر شوید که در طی همین 1 سال اگر همون صحت و سلامت شد زندگیتون دوام دهید، اگر نشد شما پیش مفتی می روین و خط جداییتون از اونجا می گیرین، مثلا رفته شوهر دیگر میکنیم. حتی خدا رحمت کند امام محمد رحمت الله علیه که یکی از شاگردهای خیلی با نفوذ حضرت امام ابو حنیفه بود و میگوید حتی شوهرت اگر بیماری های پوست، اینا پیسی میگوییم، یا کسل های جزام زخم اگر در همین ها مبتلا شود حتی زن اختیار دارد، خواهد زندگی میکند، نخواهد رفته خط طلاقش میگیرد. مثلا اینا چیزی نیست در اسلام که زنها را مجبور سازند که مثال با این شوهر دیوانه یا مثال با دیگر شوهرها شما حیاتون سپری کردن گیرید، این که رخصت نیست، میتواند خواهر عزیز. سیوم در یک خانه ای که در دوشنبه هست 7 کس زندگی داشتند، یکی از اهل این خانه در دین نصرانی بود وفات کرد، 6 نفری دیگر مسلمان، چیکار کنند؟ در یک خانه 7 نفر زندگی میکند، 1 نفر همین نصرانی است، یعنی دین اسلام قبول نکرده است، دین همین نصرانیت میگوییم، دینی تحریف شده، دینی که نجات ندارد، دینی که عزت ندارد، دینی که در پیش خدا قبول نیست، همین دین برای خود اختیار کرد و از دنیا گذشت. همین 6 تا برادر مسلمان دارد، اینا با این چی معامله کنند؟ معاملهشون همین است، همون پاپ هایی که وجود دارد از نصرانی ها، این دیگر مال شما نیست، این مال همون پاپ هاست، همون نصرانیت است. همون را فریاد میزنین، گرفته میبرند، با همون رسم اصول خودشون برده میگراننش، تمام یک راهش. اگر شیعه باشد شیعه هاشا فریاد میکنیم، زردشتی باشد زردشتیشا فریاد میکنیم. این مال مسلمان نیست دیگر، این مال خود همون هاست.
به این خاطر اونا رو فریاد میکنین، اونا گرفته میبرنش. یک راهش. دویم راهش که اگر نباشن چی، یگان نماینده اونها نباشد، این حالت ده حضرت علی رحمت الله علیه وقتی پدرشان گذشت، ابو طالب که وای دین نداشت، ایمان نداشت، وقتی نزد حضرت رسول اکرم آمد گفت حبیب خدا عمکت گذشت، پدرم گذشت، چیکار کنم؟ گفت علی رو، گفت و یا غسل ده، کفن کن، لیکن با طریق سنت و یا وارد قبر نکن. مثلا قبر مسلمان ها نبر، قبرستان مسلمان ها نبر و برای او لحد نکن. خب و یا مثل مسلمان ها 3 کفن نکن، در یک کفن پیچان و برای او طلب مغفرت نکن. گفت طلب مغفرت هم نکن، دعا در حقش هم نکن. از این خاطر این معامله دویمش است. میشویم، کفن میکنیم، در مثال قبرستان های غیر مسلمان ها برده و یا دفن میکنیم و در حقش دعا و مغفرت نمیکنیم، اجازت نیست. حتی در صحیح مسلم خواندم که پیغمبر خدا میگوید از الله اجازت گرفت، الله اجازت هست که پدر و مادر ما زیارت کنم. پدر و مادر پیغمبر همه به همه ما و شما معلوم است که از دنیا بیدین گذشتگی‌اند، دوره های بیدینیت را گذشتند. خداوند حبیب خدا را اجازت داد که رو زیارت کن، لیکن طلب مغفرت در حقشان نکن. از این خاطر اینم انمون معنا را دارد. خب و در ابن عباس هم هست. ابن عباس هم یک مرد آمد پرسید که مادرم نصرانی بود، از دنیا گذشت، چیکار کنم؟ انا همین چیزایی که من گفتم همین را توصیه داده بود. سلام داملا، آیا اجازت هست که فرزندهای ما در روسیه کلیسا سازند یا ماشین های پر از عرق را فرارند، پول گیرند یا قبر نصرانی ها را کنند؟ اجازت هست یا نه؟ مثلا فرزندهای ما و شما میروند امروز در روسیه کلیسا میسازند، همون جایی گوییم که عبادت خود همون مردم نصرانی، یا فرزندهای ما را فرمایش میدهند که برای مرده های ما قبر کنیم، یا گوییم که همون رستوران های کلان دارن، عرق میارن فرار. خب اجاره هستیم. مثلا من در فتاوای خلاصه خدا رحمتشان کنه در کتاب اجاره این دلیل ها را میارد که ما اگر با مردم نصرانی به مردم غیر مسلمان اگر اجاره را برقرار کنیم درست است، درست است. مثلا فرزندای ما و شما اگر کلیسا هم سازند و اگر چنده که گوییم قبرهای اونها را کنند، حتی در فتاوای خلاصه چرانیدن خوگها را هم آورده است. اگر خوگهای اونها را حتی چراننم در اینجا گناهگار نمیشوند، به خاطری که مبلغ میگیرن، اونها اجاره است. ما عقیده شون قبول نداریم، لیکن معامله با اونها را اسلام رخصت میدهد، اجازت است. السلام علیکم داملای محترم. برادر با خط فارسی نویسنده است. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، خدا شما را نگه دارد، شما فخر این دیار ما هستید. داملا 2 سوال دارم، خواهش دارم که سوالهایم را پر جواب گویید. یکم 2 سوال نیست بلکه 3 سوال بوده است. خداوند آن روز را من نبینم و قوت شنیدنم ندارم، لکن به این هم نمی شود اگر اجل به سراغ شما آید، بعد از شما هست نفری که مثل شما از روی حقیقت پند و نصیحت کند و مثل شما زبان شیرین و آسان فهم داشته باشد. عذری بسیار برای این، از من ملال نشوید، از روی محبت است. شما را بسیار دوست می دارم و احترام می کنم، زیرا من از شما عقیده درست را گرفتم. برادر عزیز، انشاءالله پیک اجل به سراغ همه ما و شما روز می آید، فرقی ندارد چه به سراغ ما باشد چه به سراغ شما باشد، لیکن خداوند در عوض هر یک عالم خود، در عوض هر یک داعی خود، الکه عالم و داعی خود چه تیار ماندگی است. البته نمی گذارد که جهان به داعی و به واعظ و به عالم ماند، زیرا البته
وقتی جهان دنیا به واعظ مان، به داعی مان، به عالم مان، حتمی یک تاریکی، یک ضلالت، خیلی گویم کارهای ناشایان ما و شما را فرا میگیرد. و این خاطر اگر چندی که الحال من نمیگویم که برای شما یگان نفر تیار کردیم، این تیار کرده هم نمی شود. این چیزی نیست که این تیار کنند. این یک داد خداوندی است، به هر کسی که خدا خواهد به همون نصیبش میگرداند. دوم، آیا اگر انسانی که ابوبکر و عمر را دشنام دهد حکم او چیست؟ آیا وی کافر است یا گناه کبیره است؟ ابوبکر و عمر را دشنام دادن، برادر عزیز، اینا قدوه هستند. در شأن اینا آیت های قرآن نازل شده است. از این خاطر فتاوای عالمگیریه میگوید کسی که ابوبکر و عمر را دشنام داد وی کافر است، وی مسلمان نیست. فتوای عزیزیه میگوید که کسی عثمان را دشنام داد وی هم کافر است. از این خاطر دشنام دادن ابوبکر و عمر و عثمان آدم کافر میگرداند. و این خاطر دادرا خدا که او روز نیارد و شما همیشه به خودتان به دلتان گذارانین، در دعاهاتان حتی که دعا کنین که خداوند نکند همین خیل عقیده فاسد و باطل برای شما یکی نصیب کند که شما با این حال تباه خود مبادای ابوبکر و عمر و عثمان دشنام دهید. و خدا باور کنین این گویا همچنان است که شما در دنیا و در آخرت هلاک شدگی هستید. هیچ وقت فقط پشتیبانی کنید، فقط دوست دارید، فقط احترام کنید برای ابوبکر و عمر و عثمان. و خدا قسم اگر جان ما لازم شود و در راه خدا تسلیم کنید. هیچ وقت ما و شما یکی بدزبانی و یگان گویم سخنهای ناجا را به زبان ما نرانیم. در هیچ جا برای شما مردم خواهش میکنم اجازت نیست که اونها را محاکمه کنید. فقط کجای گپ میزنید صفتشان کنید، تعریفشان کنید، زیرا اونها ارزنده همینه بودن، زیرا اونها را خدا و پیغمبر صفت کرده است. ما چگل اونها را تنقید کنید؟ و این خاطر آدم کافر میشود. سوم، آیا حوران جنت با مردها چگل معامله میکنند در جنت؟ سوم سوالی که داده است این بود است که همین حورهای جنتی که خدا برای مردها میدهد با مردها چه معامله میکرده باشند، چه زندگی دارند. برای سوال دوم برادر عزیز حضرت امام اعظم رحمت الله علیه صاحب مذهب ما و شما را پرسیدند اهل سنت و الجماعه کیا هستند؟ اینا ما و شما دائم میگیم که ما اهل سنت و الجماعه هستیم. حضرت امام ابو حنیفه نشانه هاش گفتند ان تفضل شیخین و ان تحب الخطنین و ان ترى المسح على الخفین. و در چهارم شم آمده است و صلی خلف کل بر او فاجر. انامین نشانه های آدم اهل سنت و الجماعه است. دادار عزیز، شما از نشانه ها میفهمین که همین آدم اهل سنت و الجماعه است یا نه؟ چی بود است؟ یکم تفضل شیخین، از ابوبکر و عمر را از عثمان و علی بالاتر دانستند. همین عقیده را فراموش نکنید. همین عقیده درست در ذهنتان جای کنید. ابوبکر و عمر در فضیلت و بزرگی از عثمان و از علی بالاتر است. یکم عقیده اهل سنت و الجماعه. دوم و ان تحب الخطنین، و این که شما دوست دارین هم عثمان را هم علی را دوست دارین. سوم و ان ترى المسح على الخفین، همین محسی هایی که در پای داریم بالای همین محس کشیدن را ما و شما درست دانیم. این با حدیث های متواتر برای ما و شما آمده رسیده است. به این خاطر کسی که مسح بالای اگر محسی را هم انکار کند ویم عقیده اهل سنت و الجماعه ندارد. بالای محسی را محس کشیدن
دیگر چهارم این بود است که از پس هر یک نیکوبت نماز تا نخوانید. انا این عقیده اهل سنتی و الجماعه می باشد. سوم سوالی که کردن این برادر ما درباره حورهای جنتی، آیا در مثال در همون آخرت با مردها چه معامله، زندگی اونها مثل همین زندگی دنیا باشد یا نه؟ نه برادر عزیز، مقصد زندگی اونها بله مثل همین زندگی در دنیا داریم با زنهای خود، با حورهای جنتی هم همین زندگی است، لیکن بعض فرق هاست. فرق همین است که ببینین در این دنیا ما و شما از یک زن زیاد گرفتن نمیتونیم. اگر دو زن گیری ملامتت میکنن. حتی آدمایی که صاحب قدرت دو زنم که گیرن ممکن که در راست اونا گویند که یک باید 2 زنه است 3 زنه است. مقصد با یک چشم تحقیر و نگاه میکنن. خب حالا که در همین جامعه ما و شما، اکنون من قانون نمیدانم در قانون چگونه آمده است، در جامعه ما و شما که امروز خیلی دخترها مثال در خانه ها هستند، حتی اونا بیچاره راضی هم هستند که صاحب خانه مثال زن دوم سیوم شویم، به خاطری که همون مردهای دسترسی هستند که برای اونا خانه میخرند، برای اونا شرایط مهیا میکنند. این در نزد اسلام یگان گناهی نیست. این یگان گویم که خیانت در اسلام نیست. آنقدر این در همین جمعیت ما و شما هست برادرایی که خواهر و اپاشون زن دوم و سیوم هست، برادرایی که مثال ریضا هستن، میگن خدا را شکر مثال آدمی خوب است، میگوید برای خواهرم یا اپم خانه خریده است، فرزندای خوب دارد و دیگر آدمای با انصاف بسیارن در دنیا. و این خاطر در دنیا این فرق از همون حورای جنتی این است که در دنیا به همین یک زن 70 سال 80 سال تا سپری میکنی میگذره میرود، لیکن در جنت خداوند برای هر یک مرد 72 زن 72 حور و 80,000 خدمتگار میدهد. الله اکبر. این بهترین نعمت است، به خدا قسم بهترین نعمت است که برای هر یک مردی که در دنیا عبادت خدا را کرده است 72 حور العین. برای چی میگویم؟ برای چشمای سیاه دارد. رسول اکرم گفت حورها را در جنت دیدم، مغز ساق پای اونها از بالای گوشت میتابد، اونقدر زیباست. ببین حتی مالک ابن دینار میگوید، از قصه این من بعد این تحلیل ها برای شما گویم. ببین فرق آن دنیا از این دنیا با چیست؟ خداوند در جنت برای شما 72 حور میدهد. دیگر فرق این است که در این دنیا با این زنها ببین دائم ما و شما جنگ و جنجال داریم، دائم ما و شما گویم کشماکشی ها داریم، دائم ما و شما را استقبال نمیگیرن، دائم ما و شما در راحت مبتلا نیستیم. لیکن با اون حورها این معامله نیست. آن حورها مردها را پرورش میکنند، مردها را به خنده و به چهره خندان استقبال میگیرند، مردها را در آغوش میگیرند. حبیب خدا میگوید شما با حورهای جنتی وقتی که یک بار نزدیک میشوین 70 سال لذت همون نزدیک شدن از وجود شما دور نمیشود. امروز جوانای ما و شما را ببین چی شکایت ها دارند. حتی زنی را که امروز با قلینگ و با مهر خریده است، این اکن جای دیگر گویم عیبش نیست، اکن جای مثال سخنرانی آمده است، حتی همون زنها در جایگاه خواب همون مرداشون راضی نمیکنند. چندین شکایت ها برای ما آمد که حاجی التماس همین به گوش مردم رسانین، سخن شما را گوش میکنند، حتی شرط ها میمانند. فرق از حورای جنتی با این دنیا همین است. دیگر اینکه حورهای جنتی را با قلینگ و با مال و با اسباب انجام دنیایی خریده نمی شود، فقط مهر اونها این عمل صالح است.
چقدر در دنیا اگر ما و شما عملی صالح را زیاد کنیم همون قدر مهریه حورها برای ما و شما تهیه می شود. مالک ابن دینار میگوید، باری نگاه کردم، میگوید که یک زن کنیز خیلی خودش را آرا و تارا داده است و اطراف خود باز خدمتگارها دارد و با او روبرو شدم و گفتم ای کنیز، قیمتی تو چند است تا که من تو را در نکاح درآورم؟ میگوید کنیز وقتی که دینار میگوید ما را دید، مالکم لقبش دینار بود، وقتی ما را دید که بسیار آدمی به پول و به اسباب و به انجام که هستم، خنده کرد، گفت آخر مرا تو خریده نمیتونی. مالک ابن دینار مطلب و مقصدش دیگر چیز بود. بعدن گفت تو خوجین داری؟ گفت بله خوجین دارم. گفت خوب میشد که من خوجین تو را میدیدم. میگوید این کنیز همراه خدمتگارها مالک ابن دینار را به همون قصر آوردند و از مالک این کنیز پرسید این کنیز تو به چند قیمت میارزد؟ گفت خودت نرخ کن، تو این خریده نمیتونی. این احوال و این شکل که در تو میبینم، تو آدمی دارا نمیتابی، آدمی با دولت نمیتابی. بعدن گفت من قیمتش را گذاشتم و یک مشت خرمای خاک این کنیز تو نمیارزد. که خنده کردند، گفتن چرا میخندیم؟ این کنیز گو عیب دارد. گو عیباش در چیست؟ گو عیبش همین است که اگر همین عطر نزند از بوی بد این در نزدش نشسته نمیشود. دویم اگر دهانش گفت تمیز نکند، دهانش نشوید، از بوی دهانش در نزدش نشسته نمیشود. و دیگر اینکه اگر موی سرش اهمیت ندهد، وارد موی سری گفت همه جوک و جاندارها گفت جای میگیرند. دیگر عیبی که دارد این در یک ماه حیض میبیند. دیگر عیبی که دارد این احتیاج به حاجت خانه دارد. دیگر عیبی که دارد عمرش که رفتن که گرفت پیر میشود، به حسن میشود. وقتی این سخنان از مالک شنیدن همش حیرت ماندند. کنیز پرسید مالکش آیا راست میگوید؟ گفت راست میگوید، آنچه که گفت همش حقیقت دارد. مالک گفت من برای شما مثال میارم. من برای چی گفت این سخنها را گفتم؟ به خاطر آن گفتم که این کنیز تو در برابر آن حورهایی که خداوند برای مردها در جنت آماده کرده که اونها را از نور و از مشک و از کافور خدا آفریده است، این کنیز در راست اون حورها گفت قسم به خدا ذره قدر ندارد. گفت اونا همچنان حسن دارند که آبی اگر دهانشان اگر در یک دریای تلخ پرتایم، آب او شیرین می شود. اگر حسن و جمال کنن و به دنیا براین، تمام آن زیبایی در این دنیا هست همگیش گو در خجالت میماند. اگر ساقی دستش گفت، نمی یک دستش اگر حورهای جنتی گفت اگر بیرون دنیا کنن، قسم به خدا گفت روشنی آفتاب گو در خجالت میماند. پس گو این کنیز در برابر این هیچ نرخی ندارد. به این خاطر برادر عزیز، معامله دنیا با حورها با این فرق میکند. از همه فرق بالاش همین است که فقط سری به جنجال داری. نه آذوقه آوردن است، نه آذوقه کشیدن است، نه جنگ و جنجال است، نه روی تروشی است، نه طلاق است، نه دیگر است. آسوده راحت میکنی و خلاص. خدا نصیب کند. این هفته ای که ما در دوشنبه بودیم به خاطر یک معرکه هم رفته بودیم و یک برادر خواستم در حقش دعا کنم که خیلی باور کنین در مسجد که خیلی قرضهای مبتلا بودن، قرضهای ما را خدا را شکر قریب 90% شکندن و حتی که دیروزم زنگ زدن که برای آشیانه یکم همین
عمارت نو قالین ها روان کردند که مردم در بالای او خوانده و در حق ما دعا کنند. این برادر حاجی عبدالغفار از ناحیه مومن آباد دشت عرعر است که پدرشان ما یک سالهای با همراهی پدرشان هم در حج بودیم. بابای رحمتی حاجی عمر میگفتند خدا رحمت و مغفرت کند. برادرای خوبم دارند، چی برادر حاجی رجب علی و چی حاجی داوود و دیگر برادرایی که داشتند که ما یک دو بار مهمان شدگی هستیم، از نان و آبشان هم استفاده بردیم. خداوند این اهل عائله را از همه آفت‌ها در حفظ امانش نگه دارد و خداوند این گونه غیرتی که در این برادر بود و برای این مسجد ما و شما کمک کردند، اولا برای جان خودشان کردند، برای فایده جان خودشان کردند و دوم این که خدا را شکر این همت خدا برای این برادر نصیب کرده است. همون حدیث رسول اکرم که ما من عبد یصبح فیه الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعطی منفقا خلفا و یقول الاخر اللهم اعطی ممسکا تلفا. حبیب خدا گفتند دو ملائک هر روز از آسمان ندا میکرده است. آن کسانی که خیر احسان میکنند دعا میکرده است خدایا در عوض خراجاتی کردگیش باز برای این بنده خود مال نصیب کن. و اون ملائک دیگر اون شخصان دولتدار و مالداری که خیر احسان میکنند دعا میکرده است که خداوند مال و ملکش تلف ده، مال و ملکش از دستش بگیر. از این خاطر ما هم از خداوند خواهان او هستیم که این برادر عمر دراز و تنی صحت و باز هم دولت و سولتش را زیاده گرداند، فرزنداش توفیق و هدایت نصیب و روزی گرداند. آمین یا رب العالمین. یک سوال آخرون جواب میگیم و همین انشاءالله جمعه آینده اطراف قصه های حضرت علی من برای شما صحبت میکنم. داملا السلام علیکم. سوال دارم، آیا شستن مرده از زنده به چی فرق میکند؟ شستن مرده از زنده به چی فرق میکنه؟ من این سوال در کتاب خلاصه الفتوا گفته یافتم که فرقش همین بود است که آدمی مرده مزمزه و استنشاق نداره. مثلا چگونه آدمی زنده آب در بینی میگیریم، آب در دهان میگیریم، آدمی مرده نداره، فقط مسح بالای دهان و بینی او میکنیم. دوم در فتاوای خلاصه می آید که آدم وقتی جنوب می شود اول دستهاش می شوید، لیکن برای آدم مرده این است که اول روی وی شسته شود. سیوم می گوید مرده را در حالت شستن وقتی وضو می دراریم ما و شما در برابر وضو پایهاش می شوید، لیکن آدم جنوب وقتی که غسل می کند پایها را بعدی آوازی کردن می شوید. چهارم فرق این بود است که آدم مرده را مسح سر نمی کشند و آدم که وقتی در جنابت مبتلا شود می گوید در ظاهر روایت این است که باید روی سرش مسح کشد به خاطر نماز خواندن. این بود است فرق بین یعنی شستن مرده و شستن آدم زنده. لیکن یک چیز فراموش نکنیم برادر عزیز، مرده‌شویی دعا ندارد، مرده‌شویی یگان آیت خوانی ندارد. بسیاری مردم ما در حالت مرده‌شویی آیت قرآن میخوانند گناهگار میشویم. آیت قرآن نزد مرده شستن وجود ندارد برادر عزیز. ببین حتی اطراف در بالای قبرش خواندن آیت اینقدر کشاکش و اینقدر گویم بعضی هاش به خواندن و بعضی هاش به نخواندن رفتن، آیا کجا دیگر بالای مرده عریانی که آیت قرآن میخوانند؟ به این خاطر بالای مرده را شستند آیت قرآن کلا نخوانید که گناهگار میشوید. لیکن وقتی اگر میخواین یگان چی گوین و بسم الله الرحمن الرحیم آغازش کنید همین بس از کفایت میکند. یا اینکه در راست هر یک دست و پای او دعا کنید خداوند آن گناهایی که از دست او صادر شد، از پای او صادر شد، از چشم او صادر شد، خدایا مغفرت کن، بس از کفایت میکنید. یک چیز. دویم چیز، مرده وقتی که وارد قبر شد در مردم ما و شما عادت است بعد پشاکای وی میشوییم. همین هم از اسلام نیست. در همین خنوکی
نمیدونم برادرها اینجا باشن نباشن. یک برادر از دنیا گذشت، تا پالتاهایی که نوند پالتاهاشو میشوید. در کجا قاقش میکنی؟ اینقدر مشقت در کجاست؟ برای چی در کار است؟ یا ما و شما یک چیز در ذهن منجای کردیم که حتمی پشاکهای همون مرده را مردشوی هم میدین. تمام گویا که دیگر آدم پوشیدنش درست نباشد. آخه تگ میگذارد، برادر میگذارد، پشاکهای وی برای شما درست است. همون مردشوی 50 سومای 100 سومای رازیش کنین نمیشه. چردیست که لباسای او را دید بگذار همون لباسا را بچه‌هاش پوشن، زنک باشد دختراش پوشن، دادراش پوشن. او یگان گناه ندارد لباسی او. یا لباسی او را شستن هم شرط ضرور نیست. همون کدامش چرک باشد خواهد شوین برای پوشیدن، خواه صدقش میکنین، خواه خودتان در اولادتان میپوشین، باکی ندارد. این چیزهای بیهوده را در مینه سرتان جای نکنین. بعد دک سفید کنی سر میشود و بعد لباس شویی سر میشود. همه اینا خرافاتن، همه اینا اساس یگان باور کردین، یگان اساسای علمی ندارن. کردین هم از اسلام نگوین، فقط گوین که این از پیش خودم میکنم. از اسلام اینا را در اسلام وابستگی نکنید. نه دک سفید کنید، نه دک سیاه کردن است، نه لباس شستن است. هیچ کدام این در کتابهای خدا و پیغمبر وجود ندارد. و این همه اینا مشقت هم. خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کند و برادرایی که برای ما سوال ارسال کردند و سبب نگاه کردن کتابها شد برای ما، خداوند عمرهاشون را دراز گرداند و در این مسئله های شرعی همه ما و شما را خداوند عمل کننده گرداند. آمین یا رب العالمین. یک برادر از میرپاک اینجا یک مبلغ دادن. یک برادر در این هفته کمکی خوبی برای پرداخت قرض مسجد کردن که الحال در حق ما و شما دعا کردیم. در حق اون کسانی که در صندوق خیریه خیر میکنند، خداوند خیر احسان های این بنده های خود قبول گردانی و